میدونید فرق بازاریاب شبکه‌ای معمولی با بازاریاب شبکه‌ای موثر چیه؟ بازاریاب شبکه‌ای معمولی منتظره یکی بیاد بهش بگه چیکار بکنه، سرشاخش بیاد براش تصمیم بگیره، منتظر مشکلاتش حل بشه یا زمان درستش برسه، یکی بیاد یه کمکی بهش بکنه. بازاریابای عامل خودشون مسیر رو میسازن، راه رو میسازن. اونا نمیگن نمیتونم یا سخته، میرن یه راهی پیدا میکنن، نمیشینن آه بکشن، میرن اقدام میکنن. اما رسیدیم به داستان لنی ایونز. لنی ایونز تا خانومش هفته بیشتر از 80 ساعت کار میکردن تا اینکه بازاریابی شبکه بهشون معرفی میشه. اونا هیچ وقت آزادی نداشتن، اما تصمیم میگیرن دیگه ناهاراشون رو تنها نخورن. کارشون اینجوری میشه هر روز با 2 نفر تو ساعت ناهارشون درباره کسب و کارشون گفتگو میکردن و طی 1 سال با بیش از 520 نفر صحبت میکنن و جالب اینه که 90% اونا به اونا میگن نه، اما 52 نفری که با اونا موافقت میکنن 4 تا برگ آس توشون بوده، آدمای قدرتمندی بوده که با کمک همدیگه میتونن طی سالهای بعد یه شبکه بیش از 23,000 نفر بسازن. حالا به نظرتون رمز موفقیت لنی چی بوده؟ عامل بودن. اون منتظر شرایط ایدئال نشد، منتظر انگیزه و تایید و یا وقت آزاد، بلکه خودش دست به کار شد، خودش ساخت و موفق شد. بازاریاب عامل وقتی با مانع روبرو میشن نمیگن نمیتونن، میگن چطور میتونم؟ نمیگن نشنیدن، میگن یه قدم به بله نزدیک‌تر شدم. و این عادت اولی یعنی عامل بودن پایه تمام موفقیت‌های بازاریابی شبکه‌ایه. تمام.